سلام دوستای عزیزم، اسم این غذا ترچین گرمساریه، اما ظاهر اون شبیه به ترچین نیست. در تهیه این غذا گوشت خام رو با ادویه مخصوص مزه‌دار میکنن و مابین برنج آبکشی شده میذارن. زمان پخت این ترچین بسیار طولانیه. 1,5 کیلو گوشت با استخوان یا 1 کیلو گوشت بدون استخوان استفاده کنید. من از ماهیچه استفاده می کنم. بهش زعفران و نمک بزنید. یکی از رموز طعم خاص و دلپذیر این غذا ادویه ترچین گرمساریه. زردچوبه، فلفل، پودر دارچین، پودر زیره سیاه، پودر گوجه، پودر لیمو یا پودر قوره بریزید. این ادویه مخصوص طعم ویژه‌ای به این غذا میده. همه جای گوشت رو به این ادویه آغشته کنید. 1 عدد پیاز رو خرد کنید و به گوشت اضافه کنید. داخل قابلمه آب و مقداری نمک بریزید. روی حرارت بذارید تا به جوش بیاد. 3 لیوان برنج رو که از چند ساعت قبل خیسوندید به آب در حال جوش اضافه کنید. برنج رو خیلی سفت و خشک آبکشی کنید. بعد از 3 دقیقه آبکشی کنید. داخل قابلمه روغن بیشتری بریزید. من از ته‌دیگ سیب زمینی استفاده می کنم. در روش سنتی هیچ ته‌دیگی نمیذارن. چون زمان پخت طولانیه برنج رو خیلی سفت و خشک آبکشی میکنیم. نصف از برنج آبکشی رو داخل قابلمه بریزید. گوشت مزه‌دار شده رو روی برنج قرار بدید. اگر برنج رو نرم آبکشی کنید در حین پخت شفته میشه. مقداری زعفران بریزید. مابقی برنج رو روی گوشت بریزید و گوشت رو به طور کامل بپوشونید. حتما از شعله پخش کن و دم کنی استفاده کنید. مقداری زعفران بریزید. 1 لیوان آب اضافه کنید. ابتدا حرارت رو زیاد کنید تا برنج بخار بزنه. بعد با حرارت کم به مدت 3 ساعت بپزید. داخل تابه روغن بریزید. روی حرارت قرار بدید. 1 دونه پیاز رو ریز خرد کنید، با روغن سرخ کنید. نصف لیوان کشمش رو بشورید و به پیاز داغ اضافه کنید. کمی تفت بدید. زردچوبه و دارچین اضافه کنید و کمی به هم بزنید. بعد از 3 ساعت پخت مخلوط پیاز و کشمش رو روی برنج بریزید. در قابلمه رو بذارید با حرارت کم به مدت 1 ساعت دیگه زمان بدید برای پخت. کل زمان پخت این ترچین 4 ساعته. بعد از 4 ساعت گوشت خام مثل پنبه نرم شده. ترچین گرمساری از جمله مشهورترین غذاهای استان سمنانه و البته از جمله مشهورترین غذاهای نظری ماه محرم و نظری ایام فاطمیه، به خصوص در شهر گرمساره. این ترچین عطر و طعم فوق‌العاده‌ای داره. حتما امتحانش کنید. بفرمایید. ترچین گرمساری، نوش جان.